بچه‌ها دیزنیلند بدونین چیه؟ حالا برای بچه‌هایی که نمیدونن یه سری شهر هست که شرکت دیزنی درستش کرده. فکر کن یه شهر بازی به اندازه شهرتون، گنده، همه چیز داره، هتل داره، رستوران داره، استخر، همه چیز داره و یه ورودی میری داخل و میتونی بری مثلا سوار وسیله‌اش. عین یه شهر بازی ولی به اندازه یه شهر. حالا ایرک تو این ویدیو میخواد بره با رفیقاش ببینه چقدر میشه اونجا موند و بیرونت نمیکنن، چون به هر حال یه لیمیتی داره دیگه و تا حالا کسی اینو تست نکرده. و خوبی ویدیو ایرک اینه که واقعیه، یعنی هر اتفاقی که میفته کاملا تو واقعیت رخ داده و بریم ببینیم که چند روز میشه تو دیزنیلند بمونی و بیرونت نکنن. ما تو ایران دیزنیلند نداریم. بریم ببینیم. چقدر میتونی توی دیزنی بدون گیر افتادن دووم بیاری؟ غذا داره، آب داره و هر چیز دیگه‌ای که لازم باشه باهاش دووم بیاری و رایگان داره، اونم نامحدود. البته اگه بتونید از دست پلیس پارک دیزنی و دوربینای امنیتی آخرین مدل که همیشه دارن تماشاتون میکنن و پشتشون اون موش از فرار کنی. بچه‌ها حراست دیزنی. الان داری فیلم میگیری؟ لابی برو بیرون. حالا دوستام قراره با هم رقابت کنیم تا ببینیم کی میتونه اینجا بیشتر از همه بمونه. اونم یواشکی. از الان شروع میشه. به خونه خوش اومدید بچه. دیزنی. آخه کی دلش میاد منو از پارک بندازه بیرون؟ من مچ پام پیچ خورده. قانون اول، اگه از پارک برید بیرون تمومه. قانون دوم، بهتون گفتم کیف پولاتون رو بذارید تو هتل، چون باید این کارو کاملا رایگان انجام بدید. و از اونجایی که بخش اول این چالش اینه که نمیتونیم از پولمون استفاده کنیم، اولین مشکلمون پیدا کردن غذا. سطح آشغال غذا هست. میخوام همه جا رو بگردم. اگه مجبور باشم حاضرم از روی زمین غذا بخورم. داداش بس کن. حالا نقشه من کثافتش کمتر بود. به افراد جلوی در گفتم امروز تولدمه و بهم گیره تولد قدرتمند با شکوه تاریخی رو دادن. با این ترفند محرمانه بهمون مرغ سوخاری رایگان دادن که تایلر به شدت کفر خیلی جدی؟ یعنی بری بگی تولدمه بهت مرغ سوخاری رایگان میدن؟ چقدر خارج جای خوبیه. اون میکی موس من بهش میگم موشه. اصلا انتظارشو نداشتم. تایلر که دیگه رد داده بود، اما باید برای شب آماده میشه. خیلی خب، یه چیزی تو ردیت پیدا کردم که چند تا جای خواب خوب برامون پیدا کرده، چون مشکل بعدی بزرگمون جای خوابه. بذارید بهتون نشون بدم. موزه تلفنی. بگذاریم با کمک اون پیام ردیت تونستم تو این چالش جاهای مخفی خوابیدن رو پیدا کنم. کشتی بزرگیه. شاید جای مناسب داشته باشه. وقتی بقیه شل کرده بودن، دوها و اسپیرز اصلا وقت تلف نمی‌کردن. مصمم بودن که بهترین جا خوابای دیزنیلند رو پیدا کنن. داش نظرت چیه تو اون ماشین بمونی؟ تاش خیلی کمه. تو همین حین تایلر دیگه واقعا یه جایش داشت خل میشد. بچا قسم میخورم موشه الان داره صدامونو میشنوه. چرت و پرت میگی تایلر؟ هرچی بیشتر از این چالش میگذشت بیشتر میفهمیدم که تایلر درست میگه. زیاد طول نکشید که بعضیا متحد شدن. سم رسما به عملیات خرابکاری پیوست. شب همگی میریم اریکو اذیت میکنیم. با پیوستن سم به تیمشون باید حواسمو کامل جمع میکردم، چون کاری که بعداً تو این چالش کردن کاملا نابخشودنی بود. ساعت 12 به نصف شبه. پارک داره خلوت میشه. حراست دیزنی داره سختگیرتر میشه. پس باید تو سریعترین زمان ممکن جا خواب پیدا کنیم. من نمیدونم این پارک 24 ساعت هست یا یه تایمی به بعد کلا تعطیل میشه. اگه یه تایمی به بعد کلا تعطیل شه پدرشون در اومده نمیتونم به راحتی قایم شم. من تو دور افتاده ترین جایی ام که کسی میتونه حضور داشته باشه. یه در باز پیدا کردم که به این اتاق تاریک ختم شد. فکر کنم این میتونه تخت خوابم باشه. وقتی داشتم روی تختم میخوابیدم، سم و جرمایا نقشه‌های دیگه‌ای داشتن. نمیدونم چقدر دیگه میتونم دووم بیارم. خیلی سردمه. امکان نداره امشبا بتونم بیرون بخوابم. نمیتونم بخوابم. پس به گشتن ادامه میدم. حس میکنم 24 ساعت هست. ممکنه براتون سوال بشه که اصلا چه خارشی داریم که این کارو میکنیم. هر کسی که دیرتر بره بیرون بهش بالاترین دستاورد جمع دوستانمون تعلق میگیره. همینه. نزدیک بود به خاطرش بمیرم. هدف اینه که کمربند افتخار رو ببریم. فقط یه نفر میتونه کمربند افتخار رو ببره و اونم یعنی منم. کمربند افتخار. من اونجا بچه دار میشم تا 3 سالگی بزرگش میکنم، بهش عشق میورزم، بعدم به خاطر اون کمربند میدمش پرورشگاه. به نیابت از همه مردم سبزه دنیا این کمربندو میبرم. دیوونگیه من واسه کسایی که سبزه تیره ترن میبرمش. خلاصه دوها و اسپیرز رو از بخش تون تاونز بیرون کردن و به فنا رفتن. خیلی خوب رفقا، این محدوده هم بسته است. اومدم بیرون به فنا رفتم. اصلا نمیدونم کجا باید برم. خیلی گیج شدم. دارم سعی میکنم برم داخل. سلام، ببخشید من کلیدمو داخل جا گذاشتم. میشه در باز کنی؟ باید با حراست هماهنگ. باشه. سم و دوها با یه خانواده آشنا شدن و سعی کردن متقاعدشون کنن که بذارن تو اتاقشون بمونن. اگه یکیتون بذاره امشب تو اتاق هتلش بخوابم تبدیل به یه اسطوره میشم. برام مهم نیست. این برام بینز و اسپیرز داشتن خیلی سوسکی تو مرکز دیزنی دنبال جا میگشتن. سلام. دارم یواش یواش میرم. تازه از یواشم یه چیز اونورتر. جرمایا هم خیلی شانسی به یه لابی به نظر خالی رسید. الان توی جور لابی هستم، به نظر نمیاد کسی بیاد اینجا. چقدر بزرگ، قشنگ اندازه یه شهر. لابی داره، یکی توش خونه داره. کاش ایران دیزنیلند داشت، حداقل میدونستیم با چی طرفیم. میخوام برم یه چرتی بزنم. امیدوارم بقیه تسلیم شده باشه. امکان اینکه چند ساعت دیگه بلندم کنن زیاده، اما به هر حال من میگیرم و میخوابم.
میتونی بین من و زنم بخوابی؟ به اینم راضیم. منم مشکلی ندارم. الان جایی ندارم که امن باشه و اینجا شاید بهترین گزینه باشه. اینجا آخرین گزینمه دیگه. شبتون بخیر. امیدوارم که فردا ببینم. اینا قایم نشدن، اینا اصلا قایم نشدن، اینا کاملا مشخصن. یه جای پر نور یارو خوابیده، لو میری، قطعا لو میری. اونی رفت علفا برنده میشه اسم کن. اونم صبح شد و به طرز بی‌ادبانه‌ای بیدارم کردن، اونم توسط اون موشه. متاسفم. خیلی خوب، فقط باید یکم اطلاعات اونا اسممو نوشتن، امیدوارم که مشکوک نشده باشه. حراست که ولمون کرد. بی صبرانه می‌خواستم بدونم شب بقیه چطور پیش رفته. شما چند ساعت خوابیدید؟ فکر کنم یه 3 ساعتی شد. 2 ساعت. سلای رومه و باز دارم میلرزم. تا دیدم سم و دوها از یکی از هتل‌ها اومدن بیرون میدونستم یه ماجرایی هست. چه خبره؟ چرا نیشتون بازه؟ من یکی رو راضی کردم بذاره تو اتاق هتلش بخوابم. میتونین روی این تخت بخوابین. ایول، شب خیر. چی گفتی؟ اما همه مثل اینا خوش شانس نبودن. تا بیدار شدم 3 تا مأمور حراست اطرافم بودن. اینجا خواب ممنوعه. ها باشه. غمگین ترین آدم کوچولوی دنیا داره از شادترین مکان دنیا میره. ظاهرا یه مکان دیگه هست شبیه دیزنیلنده و نمیذارن توش بخوابی. تو خود ایرانمون هست. بچهای باهوش شاید بتونن بگن. حدسی نداری؟ عرفان تو حدسی نداری؟ نه، پارک هرم نیست. تو مشهده. آفرین. تو حرم امام رضا مثل دیزنیلند نمیذارن بخوابی. ببینن خوابیدی بلندت میکنن میگن برو. چرا؟ چون هتل‌های مشهد بتونن پرشن. بیزنس. تو این چالش قرار نیست که من افتخار رو ببرم. این از بازی حذف شد، اما وقت جشن گرفتن نبود. حالا تو روز دومی و همگی خیلی کثیفی. فکر کنم یه استراتژی جدید برای دوش گرفتن پیدا کردم. قدم اول یکی تو استخر هتل دیزنی دنبال. تو عموم باشگاه هستیم. ظاهرا دوها هم راه خودشو پیدا کرده. میخوام دوش بگیرم. ما 24 ساعته که از دست اون موشه قایم شدیم و این تایلر رو به ته خط رسونده بود. موشه درو صداتو میشنوه. موشه میدونه کجا. داداش زده به سر. نزده به سرم. شما میتونید بفهمید چه اتفاقی میفته. من از اینجا میرم، همه ی آدمای اینجا رو موشه داره اون میکنه. موشه شوخی نبود و هر لحظه واقعی تر میشد. از 7 نفر 5 نفر باقی موند. واقعا مرد به اون گندگی که هر چیو میخوره به خاطر ترس از یه عروسک رفت. و حراست داشت اسم و چهرمون رو یاد میگرفت و وارد چالش بعدی شدیم. پیدا کردن صبونه. هیچی مثل خوردن سوخاری که کل شب بیرون مونده نیست. چون دیروز سم گیره مخصوص تولدمو دزدید. گیره مخصوص تولد اریکو امشب میدزدم. مطمئنم خیلی قدرت داره. بعد از دزدیدن منبع بی‌نهایت غذام سم تصمیم گرفت بره و برای خودش استفادهش واسه کنه. من این چالش هنوز حتی سختم نشده. بعد دوها هم استراتژی‌های خلاقانه خودش رو ابداع سلام، کرد. داری یه چالش اعتماد به نفس انجام میدی. دوستم بهم گفته باید برم از یه غریبه نوشیدنی بگیرم. من هنوز 21 سالم نشده. من منتظر خونه بودم. نه ممنونم. خیلی خوب، ازتون خوش بگذره. ممنونم. وای چرا انقدر هیچ سخته. راهی داره بتونی مجانی صورتمو نقاشی کنی؟ وای خوش بگذره. خیارشور تون دارم. این دیگه خیلی آسون در حالی شده. که سم داشت از چون یه فکت درباره این دختره بگم. این دختره برای یه لذت چیز میذاره میدزده. یعنی یه سندرومی داره، کلا چیزای کوچیکو بدزده، حالا بی ارزش هم باشه لذت میبره. تو یه ویدیو ایرک قشنگ نشون میده که این دختره یه همچین قابلیتی داره و همچین چیزی دوست داره. اینکه سنجاق سینه ایرک هم دزدید، احساس میکنم از اون تواناییش استفاده کرد. گیره تولدم سو استفاده میکرد. همه داشتن از گشنگی میمردن و به شدت به یه معجزه جادویی نیاز داشتن. یه افسانه محلی دیزنی وجود داره که میگه توی سری اوقات خاصی بازیگر درخواستاتو برآورده میکنه. پس برای اینکه گشنگیمون رو برطرف کنیم، من و بچه‌ها تصمیم گرفتیم اینو امتحان کنیم. ما تا ساق دوشیم و میخوایم یکم جو بدیم، انرژیا بره بالا و بهتره بگیم بو. این رفیقم دوهاست، تازه ازدواج کرده. در واقع دیروز نامزد کرده. سوسیس سرخ کرده مهمون شما. یه پیتزای کامل چطور؟ بی خیال. یه ذره گوش بزنید تو دهنش. تو رو خدا این گناه نمیشه بعد داره. از صندوق سفارش بدین. میتونید یه پیتزای کامل بخرید. خیلی خوب، هات داگ چی؟ چرا که نه؟ ایفان بزن بریم. حالا که شکممون قشنگ سیر شد، میریم پی خوشگذرونی و به جرمایا از همه بیشتر خوش گذشت. جرمایا چهره جدید کاناله. توی ویدیوی قبلی دیدینش. سر کار گذاشتیمش، فکر می‌کرد داره توی دنیای واقعی جی تی ای بازی من می‌کنه. رو حسابی ترسونده. وقت گذروندن باهاش بهم یادآوری کرد که از اینکه توی جادویی ترین جای زمینم لذت ببرم. این خیلی بزرگه. حتی دشمنم اسپیرزم متقاعد کردم که یکم این جادو رو با هم سهیم من بشه. سقوط آزاد نمیتونم بیام. واقعا نمیخوای بری؟ داش نمیتونم. الان ویدیو کات میخوره و تو اونجایی. وقت غذا شد و سم تصمیم گرفت برای اعضای گروهش غذا جور کنه. قرار شام گیره. میشه لطفاً یه کلوچه مجانی بهم بدین؟ یه بامیه مجانی. واسه تولدم پفیلای مجانی میدین؟ بیا 3 تا ببر. خیلی ازت تولد منم هست. هم زدیم. چقدر آدمای نایسین تو دیزنیلند. بیا 3 تا ببر. من ایران بعید میدونم. شما مثلا یه فردی اسم تقی میکروبو نگاه کن، مثلا اینو تو دیزنیلند کار کنه، اون هیچی بهت نمیده. شایدم بده. نمیدونم. در کل که حسودیم شد به خارجی‌ها. واقعا باورم نمیشه. همینجوری الکی داره غذای مجانی بهمون همین میده. من و جرمایا غذای خودمون گوش دادن
توش گوشت فری بود، گوشت بود. اینم که داره کچاپ پر میکنه. اونو پیدا کردیم. به سلامتی. حتی رفتیم طعمونده غذای غریبه ها رو بخوریم. اگه نمیخوای تا آخر بخوریش من خوشحال میشم بخورم. چون زود داشت شب میشد، وقت این بود که قبل از اینکه حراست بیاد سراغمون سریع جا خوابمون رو پیدا کنیم. انگار یه نفر اینجا اصلا خوشحال نیست. به نظرت یه شب دیگه دووم میاری؟ این چیه؟ ریختید سر تک دختر گروه؟ بذار اینو بهت بگم داداش، پوزتو به خاک میمالم. امشب قرار بود خیلی سخت‌تر بشه چون حراست ما رو 2 روز اینجا دیده ول می‌گردیم. هر جا رو نگاه میکنین مامورای حراست رو میبینی. کجا میری قربان؟ مامورای حراست صدام کرد ولی من به روی خودم نیاوردم. گفتم این محدوده بسته است، از اون ور برو. دارن دوها رو بیرون میکنن. قبل از اینکه دوها رو بیرون کنن با خوششانسی اسپیرز رو پیدا کرد و یه جا خواب مخفی از دیشب رو بهش نشون. میخوام به دوها بهترین جا رو نشون بدم. اون مسیر رو میبینی؟ داداش درست بغل در دوربینم داره. فعلا جای خوبی برای خواب پیدا نمی‌کنم. الان 44 ساعته که اینجاییم. این دستشویی کاملا قفل شده. خیلی خوب، فعلا این مبل رو پیدا کردم. اوضاع به نظر خوب میاد. همینطوری برو. نور ننداز رو، من الان میبیننمون. فکر نکنم کسی بیاد اینجا. من سعی میکنم برم جای داخل. اون که فکر نمیتونم با این نکنه. دووم بیارم. تو میتونی. خب الان داخلم. امیدوارم کسی منو پیدا نکنه. قشنگ شبیه بوت خر زهره شدم. باید از پسش بر بیامون تا صبح دووم بیارم. خدا یه مامور امنیتی بالا سرمه. داشتم صدای خیلی عجیبی میشنیدم. میرم شانسمو تو لابی امتحان کنم. یا خدا. یه روز سوم خوش اومد. قطعا وقتی میری یه جای روشن شاید اون لحظه سربازی نباشه ولی در کل سرباز میاد بهت گیر بده. بعد بری یه جای نمور لاوالا که چشم نبینتت. من تو گرن هتل کالیفرنیام. اینجا هزاران جا برای خوابیدن داره. حراستش ولی شوخی نداره. پس باید موقع خواب جامو عوض می‌کردم و خیلی هم طولانی نخوابیدم و ظاهرا بقیه هم اوقات سختی داشتن. یا خدا قیافه رو. من 5 دقیقه هم چشم رو هم نذاشتم. تونستم حدود 8 ساعت بخوابم. تایلر کجاست؟ سیاه خیلی خوششانسه رو مبل وسط جا 8 ساعت خوابید. سیاه هم نشدیم. یو چطوری؟ من انقدر خسته بودم که اصلا نفهمیدم موشه قربانی دیگه هم گرفته. بگو ببینم کجایی الان؟ روی مبل خوابیده بودم. بیدارم کردن و گفتن لابی من برو بیرون. حالا 4 نفر شدیم. پلیس دیزنی روز سوم با تمام قوا اومد و ما خسته شده بودیم و موشه داشت از همیشه بهمون نزدیکتر میشد. حتی جرمایا بزرگترین طرفدار دیزنی لند هم داشت به دوست ندارم اینو بگم اما شاید طاقت یه روز دیگر رو نداشته باشه. یکم استراحت کردیم و برای خواب شب سوم آماده می شدیم اما اصلا نمیدونستیم سم و دوها یه حقه‌ای زیر سر دارن. عملیات خرابکاری. سم و دوها یه نقشه عالی ریختن تا خبرچینیمونو کنن و به موشه گفتن من و جرمایا آدمای عجیب غریبی هستیم که تو تخت بقیه میخوام. خدا قوت شبتون بخیر. یه فرد مشکوکی جلو هتل وایساده. داره چیکار میکنه؟ تصمیم گرفتن برن سراغ کسایی که چند روزه داریم ازشون قایم میشیم. اونا ازم پرسیدن میتونن تو اتاق من بمونن یا نه. انجام دادنش خیلی حس بدی داره. فکر کنم باید برم به مامورای بیشتری بگم. و به این صورت موشه ما رو توی چنگش داشت. امکانات اینجا برای کسایی که تو هتل اتاق دارن. متوجهم. کجا باید بریم؟ خونتون چطوره؟ خیلی خوب. حراست داره تو بیرون بدرقمون میکنه. اصلا باورم نمیشه. کار خیلی زشته. من کاملا مطمئنم که کار شما دوتا بوده. بهشون گفتم شما اومدین بهم گفتین بذار بیام تو اتاقتون مزاحمم شدین. این کار توی حقه باز بود. دوها قرار ناشناس بشن دیگه، از سایه خودت هم بترسی. اوی خدای من. این جمله چند روز دوها رو ترسوند و ماجرا یه جوری تموم شد که تصور نمی‌کردم. نباید بذارم منو ببینه، چون اگه منو ببینه حراستو میندازه به جونم. دوها داشت تو اعماق بدبینی غرق میشد. هر جا که میرم آقا موشه داره نگاه میکنه. حقیقتا شاید بهتر باشه تو جنگل زندگی کنم. فکر کنم دلیلی که دوست دارم که کمربند افتخار ببرم اینه که واقعا میخوام نشون بدم کی هستم. این مرد از بس میخواست تا جایی که میشه دووم بیاره داشت دنبال شغل میگشت. گفتن امکانش نیست. من دارم دنبال شغل میگردم تا دیگه لازم نباشه اصلا از اینجا برم بیرون. به هیچ وجه. حالا که دوها از لحاظ روانی مصمم بود که تو بازی بمونه وقتش بود بهش یه خبر بدیم. دوها باید یه چیزی بهت بگم. سم رسما از اینجا رفته. یعنی تسلیم شد؟ هنوز بخش شوک برانگیزش مونده. سم 4 روز پیش از اینجا رفت. اسکلش کردین 4 روز تو استرس مونده بود اون رفته بود. خیلی عزیدن. من دیگه نمیخوام ادامه بدم. به نظرم اگه دوها رو سر کار بزنم که فکر کنه هنوز نرفتم با مزه تره. پس برنده اصلی کیه؟ میخوایم بعد از اینکه سم دوها رو گول زد که 4 روز اونجا بمونه برای اولین بار ببینیمش. فکر نکنم بتونم تو چشای دوها نگاه کنم. به خیلی خوب. بیا اینجا ببینم. بنابراین دوها برای اولین بار برنده کمربند افتخار شد و احتمالاً انتقامش هم میگیره. هممون ترسیدیم. نتیجه گرفتیم ظاهراً میتونه
نمیتونی تو دنیای دیزنی بمونی. آره تو همیشه. خب همین دیگه. موشه داره نگاهش میرم. این ویدیو یکم ناراحت کننده بود چون ما تو ایران دیزنیلند نداریم و نهایتا میتونیم بریم سرزمین موجهای آبی که اونم همه لختیم. پس این ویدیو رو ببینین یا این ویدیو رو ببینین. لابد این مستر بیست، اینم ایرکه. ایرک رو ببینین. ویدیو ایرک واقعیه، ویدیو مستر بیست فیکه بچه‌ها. من چرا توی همچین کانالی باید بگم ویدیو مستر بیست فیکه؟ نه من حقیقتا رو دارم میگم.